سلام و درودی به پایان بیننده گروه مفتون میدیا یعنی غریب نواز. با شما هستم بنده عبادالله ادینه مفتون. دوستان عزیز، این نوبت برای شما هنرمند را معرفی میکنیم که زندگی را با رنگ‌ها ها زیبا میکند. هر یک شخص در زندگی راه خود را انتخاب میکند، اما تنها نفران به کامیابی میرسند که به کسب دوست داشته اشان با مهر و محبت و صداقت مناسبت می نمایند. هنر رسامی نیز از جمله آن کسب هایی می باشد که استعداد، زحمت و ذوق بلند را طلب می کند. در ناحیه جلالدین بلخی امروز نفرانی صاحب استعداد فعالیت دارند که با مهارت والای خود در رشد فرهنگ و هنر ملی سهم ارزنده می‌گذارند. یکی از چنین هنرمندان موفق رسام دلشاد قربانوف میباشد. موصوف زاده دهه عبدالودود دوستاوی جماعت دهات حلیورد ناحیه جلالدین بلخی بوده در عائله آموزگار به دنیا آمده است. محیط فرهنگی و تربیت سالم از آوان کودکی در تشکل جهانبینی و استعداد او نقش مهم گذاشته است. از خردی به عالم رنگ‌ها و تصویرها شوق و رغبت زیاد داشت. او هر آن چیزی را که در اطرافش میدید میکوشید روی کاغذ تصویر نماید. محض همین مهر و محبت بی اندازه به صنعت رسامی سبب گردید که راه زندگی خود را به این کسب پرشرف پیوند دهد. پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی سال 2001 دلشاد قربانوف حجت‌های خود را به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده سپاریده به اختصاص رسامی داخل شد. در این بارگاه معرفت او نازکی‌های کسب را از خود نموده دانش و تجربه ضروری اندوخت و سال 2005 دانشکده را با موفقیت ختم کرد. در دوران نورسی دلشاد قربانوف امکان همکاری و شاگردی نزد رسام معروف ناحیه پدرجان پیرو را پیدا نمود. این همکاری برای تکمیل مهارت کسبی و رشد استعداد او زمینه مساعد فراهم آورد. تا امروز او پدرجان پیروف را یکی از استادان اساسی خود می شمارد و از دستگیری و مصلحت‌های او با احترام یاد می کند. نام برده امروز همچون رسام صاحب تجربه و چیره‌دست بین ساکنان ناحیه شناخته شده است. او در سمت آرایش بدیعی، تصویر نمودن چهره انسان‌ها، اجرای نقش و نگاره‌های دیواری و دیگر کارهای رسامی با مهارت بلند فعالیت می کند. اثرها و کارهای ایجادی او به زیبایی، دقیقی و هنری والا فرق می کند. او می گوید که هر یک اثر آفریده اش برایش تنها یک رسم نیست، بلکه پارچه از احساسات و اندیشه های اوست. از همین رو در هر یک کاری انجام داده اش مهر و محبت و مسئولیت کسبی احساس می شود. امروز این هنرمند چیره‌دست از حساب فعالیت هنری خود روزگار خانواده‌اش را پیش می برد و با کسب انتخاب کرده‌اش افتخار می نماید. زندگی نامه دلشاد قربانوف نمونه روشن آن است که مهنت، آموزش و صداقت به کسب انسان را به قله‌های موفقیت می رساند. او با هنر خود زندگی خویش را آباد ساخته در حفظ و رشد صنعت رسامی ملی نیز سهم ارزشمند می‌گذارد. چنین شخصیت‌های هنرور برای جوانان نمونه عبرت بوده ثابت می‌سازند که با اراده قوی و دوست داشتن کسب می‌توان به نتیجه‌های نظررس نائل گردید.